میدونستی توی نرم افزار ورد میتونیم تنظیماتی رو انجام بدیم که 2 صفحه رو داخل 1 صفحه چاپ کنیم؟ با من بیا تا مراحل کار رو برات توضیح بدم. برای شروع وارد محیط نرم افزار ورد میشم، متن مورد نظرم رو تایپ میکنم. برای چاپ کردنش از کلیدهای میانبر کنترل و پی استفاده میکنم. چون که میخوام متن مورد نظر در قالب 2 صفحه A5 کنار همدیگه ولی روی 1 صفحه A4 چاپ بشه، باید این تنظیمات رو انجام بدم. توی مرحله اول اندازه کاغذ رو از این قسمت روی A5 تنظیم میکنم، حاشیه ها رو کم میکنم، این قسمت رو باز میکنم و گزینه 2 پیج پر شیت رو انتخاب میکنم. حالا چون که میخوام روی کاغذ A4 چاپ بشه، باز این قسمت رو باز میکنم و گزینه اسکیل رو روی A4 تنظیم میکنم و نهایتا روی دکمه پرینت کلیک میکنم.